ببینید اینجا یه روستاه، اینجا یه ایستگاه قطاره، کنار این ایستگاه قطار 2 تا خط ریل عبور میکنه. یه خط ریلی که کاملا سالم و فعال، روزانه 10 ها قطار میاد میره. یه خط ریلی هم که کاملا سالمه عین ای، ولی افتتاح نشده، فعال نیست، قراره یه ماه دیگه فعال بشه. 4 تا کودک از این روستا میان روی ریلا بازی کنن. یکی از بچه ها میگه من روی ریل فعال بازی نمی کنم چون قطار میاد میره، روی ریل غیر فعال بازی میکنم. 3 نفر دیگه میگن نه ما روی ریل فعال بازی میکنیم. مأمور سوزنبان این حرفا رو میشنوه بین بچه ها. 2 ساعت بعد بچه ها خوابشون میبره. این 3 نفر روی ریل فعال، این 1 نفر روی ریل غیر فعال. قطار میاد، قطار میاد، مأمور سوزن میبینه 1-2 ثانیه فرصته، یا باید بذاره قطار مسیر خودش رو بره 3 نفر رو از بین ببره، یا سوزن رو عوض کنه که 1 نفر از بین بره، اونم همون 1 نفری که گفت من روی ریل فعال بازی نمی کنم. شما جای سوزنبان باشین چه کار میکنید؟